میدی؟ متین داداش منو چیکارش داری؟ بابا یه کلمه تو غذا چی میخوری؟ داره به من فوش میده. فوش چی بگو ببینم. بابا این میگه سوسیس بندری میخوام. متین داداش منو چیکارش داری؟ من یه کلمه از این پرسیم غذا چی میخوری؟ دوباره داره به من فوش میده. فوش چی بگو ببینم. بابا میگه هات داگ میخوام. آره تو چرا هر دفعه غذا میخوای متین چرا داشتم میزنی؟ بابا این هر دفعه من غذا میخواد یه فوش جدید من میده. من چی میگه؟ نگاه کن. بابا کباب ترکی میخوام. ناموسن ای بابا متین سری واسه چی داشتم بابا من هر چی به این میگم یه فوشی به من میده. الان بهش میگم آب به چی میخوری؟ به من فوش میده. من چی میگه؟ ببین بابا این بنده خدا میگه شیرموز میخوام. باز دوباره داری به من فوش میدی آره؟ داداش با این رفیق ما چیکار بابا داری؟ یه بار آوردمش خرید اینجا هم به من داره فوش میده. هر جا میرم شرف نمیذاره برام. چی میگه نگاه مگه؟ کن عمته این بنده خدا میگه من آبگوش میخوام. ای بابا دوباره این داره اینو میزنه که داداش چی شده؟ چی کار بابا می‌کنی؟ من گو خوردم من سگ. بعد یه ماه اینو آوردم بیرون باز بهش میگم غذا چی میخوری؟ میگه خب؟ به من فوش میده. نگاه کن بابا این هوا گرم شده میگه آب دو خیار میخوام. داری چیکار می‌کنی؟ داداش اینجا به من داره فوش میده. یه بار آوردمش کافه اینجا داره فوش خار مادر به من میده. نگاه کن بابا این بنده خدا بستنی قیفی میخواد. اینا دعواشون شده. آقا چیکار داری میکنی؟ چیکار داری میکنی؟ حضرت عباسی فوش نمیده. مگه چی من میگه؟ میدونم نگاه کن بابا داره بابا نه بابا این شارژر میخواد. اما تو کسکه شب عید خبری هم نی ساس نداریم اسلام رو چجوری بدیم. این چیه؟ دعا برامون گرفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. ای بابا بعد شد بازم خبری نی. یعنی چی کار کردم با این چیه؟ بازم دعا گرفتم برامون. بسم الله الرحیم العالمین الله. من که دارم از این خونه میرم ولی ریدم دهنت با این قرآن خوندنه. میکنم معرفتم و کوفت میکنم پیشون یا بوخس دماغم نافور برام ببین این که برام نصیحت نکن میرم. برق میبارد زیاد گیم زمستون که بیاد گیم بودو بپوشون گردن تو هرچی میپوشی میاد. داشمتی کجایی؟ سلام عزیزم من خونم. بابا پاشو بیا امشب اتاق فرنه تو جن رزرو که همین بازی کنیم. نه برید خوش بشید من خوابم میاد. بابا پاشو بیا دیگه. خواب چیه؟ منم و توی ما محمد و علی. نه برید خوش بگذره دمتون میاد. حاجی محمد با 4 تا دختر اومده. کوشم کجا تو خواب نبودی؟ چی داشتم شوخی میکردم کجا؟ وای اون سفیده مال من آقا چه بچه. متین جان دست تو دام. اون یکی دستم بده. داداش خاله نه قربونه داداش مرسی. چند نفر بودی فقط؟ 4 نفر. 4 نفر؟ داداش
میشه 840. 840 بله. چجوری حساب کردی؟ خودت حساب کن. حساب کن. آره شد 620 که اشتباه داری حساب کن. نه بذار من بگم چیزی راست میگه 620 ما مگه 4 نفر نبودیم؟ چرا 4 نفر؟ نفر 210 تومن میکنه. داداش یه دفعه 840. آقا این رفیقم حساب داره بذار حساب کن. چرا اینجوری میکنی؟ چیکار داری؟ باشه حسابم دیگه کرده ماشین حساب گیر کرده؟ بچه ها سلام. یه چالشه میخوایم با هم بازی کنیم. هر کی بهترین خیار رو گاز بزنه این استوک پومه رو بهش میدم. بفرم. دیده میشه دیگه. این چرا انتخاب نمی‌کنی داداش؟ دوست داری اومدم غذاشو دارم میبینم نمیدونم واسه اتاق فردا چی بگیرم. به نظر یه سینی مخصوص بگیرم یا یه چلو کباب برگ مخصوص. مش به نظرم این مخصوصه چیز خوبیه. سینی مخصوص بگیرم. آره. پس 7 تا لطف کنید چلو کره به من بدید. چیکار داری میکنی دوست؟ آقا نمیگن آدم شاید چیزی دستش نباشه بخواد اینو باز کنه. با دندونت باز کن. با دندون راست میگی. داداش خب شاید یکی دندون نداشته باشه کس بابا چقدر زود مست شدید آقا دلار شد 104,000 تومان. تو رو خدا تو این شرایط بد اقتصادی انقدر سر هم کلا نذارید. زشت اندازمه؟ آره داداش نگاه کن اندازه است. یه بار بپوشی جا وا میکنه خیالت راحت. بچه کوچه پایینی درمون شد گرفتن زدن. هنوزم اونجا؟ آره بریم کجا؟ چرا؟ با این مواد بهمون میخندونن. کی تو شب عینک میزنه؟ وسطم که سینی بغلم هلا متین من دارم میرم اتاق فرا. با کی داری میری؟ با مادرت. با مادر من؟ بگویشون که خیلی خفن بود بریم ببینیم انسیژنش میشه حاجی از 2 روز پیش گرفتن انقدر بود. نه بابا آره فقط یه مشکلی داره. بیا. اعصاب اکتور وقتی پلیر تاچشون میکنه. چاییم تموم شد. من الان این لیوانو چیکار کنم؟ بدرم میکنم تو کون. مارکو قفلو به من بده. چی؟ میگم قفلو به من بده. چی؟ بیا تو بچه گفت رفتی تو راه رو بچسبید سمت راست و چپ. الان ما چیکار کنیم؟ بله خوب گوش بده داره چی میگم. بیسی موقع دست اون آقایی که کرم پوشیده اون آقا باید برگرده اتاق قبلی اون قفل رو بازش کنه و برگرده پیش شما. مامان اینقدر زنگ نزن جلو همکارم زشته. مامان نگرانی چیه؟ همه همکارم اینجا هر با عدرم بابا اینجا کسا بیاد. الو عرفان پول منو زدی نزدی میام عجب خیاریه. متین چقدر میگیری اینو بخوری؟ 2 میدم. 2 میلیون. یکم من میدم. 3 میلیون. ناموسم به خدا میدم. هی دل بچه رو بزن. بچه ها میگم 4 روز نخوابیدیم یه اتاق فرا بریم خسته شیم بگیریم شب بخوابیم. آره بریم آقا دمت که عجب بازی ترسید. قربونت عزیزی فدات شم. جریمه اون چقدر قابل شد؟ شمارم ندارم. فدات شم خیلی گلی. 4 تومن میشه. 4 تومن. 4 میلیون
4 میلیون. یه اتاق فراره دیگه، نفر 1 تومن. چیزی چی بود؟